بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد و ثنا و صفت میگیم به الله سبحانه و تعالی که برای ما و شما هم فرصت عمر و هم توفیق علم نصیب کرد که باز هم درسی از درس‌های را در مورد جهانبینی اسلام و نظام‌های اسلام بخوانیم. دوستای عزیز، در درس‌های قبلی ما و شما نظام‌های اسلام خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بود که الایمان بدع و سبعون شعبه افضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. یعنی ایمان 70 و چند شعبه داره، 70 و چند برانچ داره، 70 و چند بخش داره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما بیان میکنه که امی ایمان که هست مثل که یک نفر در یک دانشگاه، در یک پانتون، در یک یونیورسیتی داخل میشه و برش گفته میشه که شما اگر میخواین در اینجا فارغ شوین، متخصص شوین و مسلکی شوین و شهادتنامه بگیرین، 70 و چند مضمون است. در هر مضمون باید شما حداقل اوسط نمرات پورا بکنین. اگر در یک مضمون هم شما ناکام میشین، در این صورت شما مستحق شهادتنامه نمیشین. اسلام هم همین قسم است. انسان وقتی میخواد که یک مسلمان واقعی باشه، ایمان درست داشته باشه، باید شعبات ایمان در کل 70 و چند شعبه باید انسان چی کنه؟ نمره کامیابی رو بگیره. متاسفانه شیطان بعض اوقات انسان مشغول میسازه بر یک شعبه از شعبات ایمان و او تو برش وسوسه میکنه که اگر تو امی کار کردی خلاص تو ایمانت تکمیل است و تو بسیار آدم کامل هستی. مثلا دعوت یک شعبه از ایمان است. وقتی من دعوت میکنم، شیطان می در جان من که تو دعوت میکنی و بر مردم میرسانی، این آنلاین هم درس داری و در سایت هم هست و دعوت میکنی، بنان خلاص تو دین تکمیل کردی، در حالی که این غلط است. این وسوسه شیطان است. من مکلفیت دارم من حیث یک مسلمان که به تمام شعبات ایمان عمل بکنم و جدول از شعبات ایمان که علما او را گفتن، مثلا امام بیهقی یک کتاب داره به نام شعب الایمان للبیهقی و در اونجا شعبات ایمان کلش بیان میکنه و انسان مسلمان مکلفیت داره که در تمام این شعبات ایمان چی داشته باشه؟ در تمام شعبات ایمان نمره کامل بگیره. اگر باز خواستین سر شعبات ایمان یک درس مشخص خواد گرفتیم و این شعبات براتان به طور خلاصه براتان خواد معرفی کردیم. اگر خواستین مثلا شما دوستا تقاضا کردین، باز من انشالله شعبات ایمان جدولش دارم، باز میشه که براتان کلش براتان بیان بکنم. یکی از شعبات ایمان که انسان مسلمان باید او را در نظر داشته باشه، او نظام اجتماعی اسلام است که در نظام اجتماعی اسلام یکی از بخش‌هایش حقوق والدین است، یعنی حقوق مادر و پدر است. اینمی قسم که سر یک انسان در عبادات فردی، مثلا نماز فرض است، روزه فرض است، اینمی قسم در عبادت‌های اجتماعی سر انسان وقتی که در جامعه زندگی میکنه، در خانواده زندگی میکنه، هر کسی حقوقی داره که در قسمت از احکام الله هست و انسان مکلفیت داره که اینمی احکام الله را بالای خود تطبیق بکنه. هر کسی حق داره در جامعه. مادر حق داره، پدر حق داره، فرزند حق داره، دختر پسر حق دارن، همسر خانم حق داره، شوهر حق داره. به اینمی قسم دیگر اقارب انسان حق دارن بالای انسان و انسان کامل و مسلمان واقعی است که هر کدام از او در نظر بگیره.
این حال در روز قیامت مثلا شاید یک نفر در روزه 100 داشته باشه، در عبادت‌های فردی خود خوب نمره داشته باشه، اما در عبادت‌های اجتماعی 0 بگیره. پس اینجا برش باز در روز قیامت مشکل پیدا میشه. در درس‌های ما و شما نوبت میرسه به حقوق والدین و احکامی که در اینجا هست. در احکام تشریع اسلام در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد والدین احکام زیادی بیان شده که چند حکم از اون انشاءالله بیان میکنیم. اول حکمشی هست که الله متعال حکم کرده به احسان و نیکی به والدین. در سوره اسراء آیت 23 الله سبحانه و تعالی میگه که وقضا ربک و فیصله نموده هست رب تو الا تعبدوا الا ایاه، که شما بغیر از الله کسی دیگر را عبادت نکنین. این فیصله الله هست که عبادت باید مخصوص الله سبحانه و تعالی باشه. و بالوالدین احسانا، یعنی الله فیصله کرده که عبادت باید برای الله شود و با والدین احسان شود. و در قسمت احسان ای که مثلا احسان و نیکی به والدین میشه، این احسان و نیکی به والدین به اشکال مختلف میشه. مثلا با زبان میشه که انسان مسلمان لفظی را نمیگه که والدینش با او لفظ متأثر شود و خفه شود. الفاظی را بگویه که در احسان داخل است، یعنی الفاظ خوب که والدینش با گفتن الفاظ از او خوشحال شود. پس این احسان زبانی هست. احسان عملی چی هست؟ که انسان با حرکات و اعمال خود، یعنی یک جوان مسلمان به این فکر باشه که من چی کار بکنم در بین خانواده خود که مادر و پدر من از او کار من خوش شوند. چون امر الله هست. ما اگر اطاعت از والدین میکنیم نه به خاطر ازی که خوشی والدین در اینجا نهفته است، بلکه چون حکم الله هست، سر ما یک فرض است، بناهن ما مکلفیت دارم به مادر و پدر خود احسان بکنم. احسان لفظی کوشش میکنم گپی برای مادر و پدرم بگویم که اونا با این گپ من خوشحال شوند و در احسان داخل شوند. و همچنان از نگاه عملی ما باید کاری بکنم که در اونجا بفهم در این کار مادر و پدر من خوشحال میشه. این احسان به والدین میگه. و احسان مالی چی هست؟ که حتی من در قسمت عایدات خود مقداری برای والدین خود تخصیص بدم که وقتی اونا ضرورت مالی می داشته باشن او را مرفوع بسازن. این چی هست؟ این حکم الله هست. و الله متعال میگه که اما یبلغن عندک، اگر برسد به نزد تو الکبر، به بزرگی، یعنی مادر و پدر سنشان پخته شود، سنشان کلان شود، احدهما، یا یکیش زنده باشه و به سن پیری برسه، او کلاهما، یا هر دویشان زنده باشن و پیر شده باشن و ضعیف شده باشن و ناتوان شده باشن، فلا تقل لهما اف، یعنی ادناترین کلمه که برای انسان بسیار عادی هست، مثلا اف میگه اینی کلمه را استعمال نکن اگر میخوای انسان احسان بکنی. ولا تنهرهما، و اونا را از پیش خود مران که اهل برو اونجا ما در فلانی جای زندگی میکنیم، مال عصر جدید است و حال برای انسانهای کهن سال مراکز سالخورده ها و پیرها و از یا جور شده اونجا ببری نشن و پرتی نشن، مثل که بسیاری کسا متاثر میشن به غیر مسلمان ها. غیر مسلمان مکلفیت نداره چون دین نداره. مادر و پدر در مقابل اولاد مکلفیت نداره. یک وقت سعی کنین که مثلا اولاد خود رها میکنه و اولادایشان در جاهای تربیه میشن و حتی بسیاریشان هوملس میشن و در سرکار میفتن. همین قسم که مادر و پدر در قصه اولاد نمیشه، اولاد هم کنه مکلفیت احساس نمیکنه. وقتی که بالغ شد خانه را ترک میکنه و میره.
لکن یک انسانی که مسلمان است و مؤمن است و عقیده داره و میخواه به جنت الهی بره و سعادت دنیا و آخرت نصیب شود، باز الله متعال برشان این احکام میگه که وقل لهما قولا کریما و بر اونا سخنای نیک بگوین. یعنی ولا تقل لهما افن، یعنی کلمه اف بر از اینا استعمال نکنید. در زبان عربی اف یعنی اتجرو، یعنی خسته شدیم، یعنی حتی خسته شدیم برشان استعمال نکنم. و یکی باز مثلا تند شوی و دشنام بیتی و حرکات عجیب و غریب بکنی و چشمایت سرشان بکشی، این خب بازی بسیار حالت خطرناک و زیاده تر است. حکم دومی الله سبحانه و تعالی میگه که ما نه تنها به امت اسلام، به امتهای قبلی پیروای موسی علیه السلام و پیروای عیسی علیه السلام و پیروای دیگه پیغمبرها که بنی اسرائیل بودن که در بینشان بسیار پیغمبر آمده بود، بر از اونا هم همین احکام الهی بود که چی بود؟ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما پیمان گرفتیم، عهد گرفتیم از بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله، شما عبادت نکنین مگر فقط الله را عبادت بکنین. شما نرین مجسمه عیسی مسیح یا مثلا حیوانات و گوساله پرستی که بنی اسرائیل کرده یاره بکنین. الله متعال میگه ما از اینا میثاق گرفته بودیم، عهد گرفته بودیم که شما عبادت نکنین بخیر از الله و بالوالدین احسانا. اونا را هم امی حکم سرشان شده بود که به والدین خود چی کنن؟ احسان بکنن. سوره بقره آیت 83. سومین حکمی که الله متعال بیان کرده در قرآن عظیم الشان، الله متعال میگه که در مقابل والدینتان شما برخورد متواضعانه داشته باشین، یعنی بسیار تواضع داشته باشین. در سوره اسراء آیت 24 الله متعال میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، میگه شما پایین بکنین بالهای ذلت در مقابل والدینتان، یعنی از رحمت و مهربانی به آنان. در قسمت جناح الذل علما میگن که مثلا شما کدام وقت دیده باشین که دو پرنده با هم وقتی جنگ میکنن، او پرنده ای که مغلوب می باشه باز با اساس امو عاجزی خود و یکی مغلوب شده بالایش خودم تو کشال میکنه و جانم مقابل میفهمه که این دیگه توان جنگ نداره، منصرف میشه از جنگ. اینمی قسم میگه شما هم در مقابل والدینتان بالهای عاجزی را به اساس رحمتی که شما دارید، مهربانی که در مقابل از اونا دارید، نه چون حکم الله هست و شما بر از اونا مهربان هستین، باید عمیق قسم در مقابلشان باشین که اگر شما میخواین یک مسلمان واقعی خوب باشین. و قل، وقتی که این قسم مهربان هستی در مقابلشان، باز به زبان چی میگی؟ میگی و قل رب ارحمهما، برشان دعا میکنی که یا الله بر والدین رحمت بکو که کما ربیانی صغیرا، مثل که مرا اونا خرد وقتی که بودم مرا تربیه کردن. در وقت طفولیت وقتی یک فرزند فکر میکنه مادر به چی سختی ها مثلا این طفل چی میکنه، بزرگ میکنه، شبها خواب نمیکنه و مرداری زیره و کثافت زیره پاک میکنه و وقتی که کمی سر پای میاد چقدر خوشحال میشه و دستش میگیره و حرکت میکنه و در لحظه از خوشی میکنه. حال وقتی که امی فرزند همو حالت خود در نظر بیاره، باز میفهمه که چقدر اینا بالای من حق دارن و از خاطر باز میگه و قل رب ارحمهما، یا الله مادر و پدر من رحم بکنی کما ربیانی صغیرا، مثل که مرا در طفولیت اینا تربیه کردن. یعنی اگر امروز ما رتبه علمی داریم، امکانات علمی داریم، همه چیز داریم، این از کجا شده؟ از همون تربیه مثبتی که والدین ما را کرده. والدین مصرف کردن، زحمت کشیدن، عرق ریختن و اولاد خود به شکل مثبت تربیه کردن، به شکل مثبت تربیه کردن. پس همیشه برشان این که رب ارحمهما، یا الله مادر و پدر مرا رحم بکن کما ربیانی صغیرا، مثل که مرا تربیه کردن.
چی؟ در طفولیت و در صغر خود. حکم چهارمی است که دعای رحمت بر از اونا بکنید که امیر که در آیت این هم آمده است که وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. حکم پنجم چی است؟ شکر نمودن از نعمتهای الله، هم اون نعمتها که بر خود انسان داده شده و هم بر والدینش. و وصینا، الله میگه که ما توصیه کردیم. ببین توصیه الله هست، توصیه الله هست. اونجا گفت فیصله الله هست و قضا ربک، اینجا میگه و وصینا، الله میگه ما با قدرت خود و عظمت خود. متوجه باشین که وقتی الله متعال از توحید بحث میکنه، بیان میکنه توحید، بازوی ضمیر مفرد میاره. مثلا قل هو الله احد، بگو او الله ذات یگانه هست. اما در جایی که الله متعال قدرت و عظمت خود بیان میکنه، باز در اسلوب عربی همی است که وقتی یک کسی قدرت و عظمت خود بیان میکنه، باز ضمیر جمع را استعمال میکنه. الله متعال میگه و وصینا، و ما اینجا ما میگه. چرا ما میگه؟ به خاطر از اینکه اینجا قدرت و عظمت الله بیان میشه. الله میگه ما با قدرت خود و با عظمت خود چی کردیم؟ وصیت کردیم برای انسان به والدیه، به مادر و پدرش احسانا، که به امرای باید تو احسان بکنی. اگر تو مسلمان واقعی هستی، اگر تو مؤمن واقعی هستی. حملته امه کرها، مادرش را بسیار در حالات سختی این را حمل کرد. شما تصور بکنین یک سنگ 2 کیلویی یا 3 کیلویی را در شکمتان بسته کنین و بگردین 1 ساعت 1.5 ساعت و ببینین که چه قسم سرت فشار میه. و مادر 9 ماه طفل خود در بطن خود به این شکل میگردانه و الله متعال میگه حملته، که الله ذات رحمان رحیم است. باز بسیاری کافرها میگه که حقوق زن در اسلام نیست، حقوق فلانی در اسلام نیست. الله متعال مادرش چقدر ارزش میده، سختیایش بیان میکنه و بر فرزند مؤمن که هست این وسیله رفتن به جنت بیان میکنه. حملته، الله میگه مادرش را حمل کرد، حملته امه کرها، به بسیار سختی. 9 ماه 10 ماه این طفل 8 ماه 9 ماه 10 ماه در بطن مادر می باشه، وسطش 9 ماه هست. و وضعته کرها، و این را ولادت میکنه به بسیار سختی، درد و زحمت و سختی ها را متحمل میشه. و حمله و فصاله 30 شهرا، همین وقتی که حامله می باشه و این باز شیر میده، در مجموع 30 ماه، یعنی اقلش 30 ماه این حمل ازی و شیر دادن ازی دوام میکنه. حتی اذا بلغ اشده، تا که این طفل چی میشن؟ تا که بلند میشه و بالاخره به سن قوت میرسه. و بلغ 40 سنه، باز این انسان به 40 سالگی میرسه. اینا رو میگه انسان مؤمن کی هست؟ میگه باز مؤمن اگر باشی، میگه قال رب اوزعنی، یا الله مرا توفیق بده ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. یا الله مرا توفیق بده که من شکر نعمت هایت بالای خود و علی والدی و به مادر پدرم نعمت های را که دادی، و مرا توفیق بده ان اعمل صالحا ترضاه، که من اعمال صالحه بکنم که تو از او راضی شوی. و اصلح لی فی ذریتی، و اصلاحات بیاری الله، یعنی اصلاح بکن اولادهای مرا هم. یعنی اگر انسان به والدین خود نیکی بکنه، باز فرزندایش برش نیکی میکنه. و اگر انسان به والدین خود نکنه، در چند از رو باز از اولادای خود میبینه که در مقابلش همو قسم بدی میکنه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. اگر گندم کاشتی، باز گندم درو میکنی، و اگر جو کاشتی، باز جو درو میکنی. کسانی که در عمر خود در مقابل والدین خود زشتی میکنه، باز یک وقت اولاداش تو در مقابلش زشتی میکنه، باز دلش از زندگی سیاه میکنه.
باز یک وقت میبینه که او ولی راستی من اینمی قسم گفته بودم اجازای اعمالم. اما اگر این قسم انسان مسلمان می باشه که شکر نعمت های الله را میکنه و باز میگه که در مقابل ما و به مادر و پدرم یا الله نعمت هایی که دادی مرا توفیق بده که شکرشان بکنم و اینی من المسلمین و من از مسلمان ها هست. اولئک، این حال اگر کسی این تو انسان نیک و احسان کننده با والدین خود هست و شکر نعمت های الله را بالای خود میکنه، بالای والدینش که نعمت ها هست هم شکر میکنه و برای اولادهای خود هم دعا میکنه که یا الله امی اولادهای مرا هم اولادهای صالح و نیک، یا الله اینا را چی کن، یا اینا را به دنیا بیار، از این خاطر زحمت میکشه، به زور اولادهای خود به نماز بخیزان، به درس تشویقش بکو و یک شکل از اشکال اینا را متوجه بساز که درس بخونه و خو می باشه و باز از دستش بگی از خو بلندش کن که بشینه و بازو نق میکنه و پالوی راست پالوی چپ میکنه و رسم میکنه. ولی چی هست؟ به خاطر از اینکه مادر و پدر میگه که امی اولاد من تعلیم درست شود، تربیه درست شود، عالم جور شود، اگر دختر است عالمه شود تا فهم خوب دین داشته باشد و اصلاح شود. این به خاطر چی است؟ اولئک، باز اگر این تو اولاد و این تو مادر و پدر باشه، باز الله متعال میگه اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، باز ما قبول میکنیم، الله متعال میگه با قدرت و عظمت خود، امو اعمال نیکی که کردن. پس سعی کنیم نیکی به والدین سببش چی میشه؟ یک فایده چی است که اعمالت قبول شد. دوم چی هست؟ چی فایده کردی؟ و نتجاوز عن سیئاتهم، و اینا را الله متعال میگه باز با اینی نیکی که با مادر و پدرت کردی باز از گناه های تو میگذریم. سبحان الله. الله میگه تو که احسان کردی با اونا، من باز چی میکنم؟ الله متعال میگه که اعمال نیکی تا قبول میکنم و در زندگی گناه و اشتباهی که از پیش شده باز رو هم برات میبخشم. فی اصحاب الجنه، یعنی از گناه های تو میبخشم، در از صاحبای جنت، یعنی مستحق جنت هستی. باز الله چی میگه در آخرش؟ میگه وعد صدق الذی، این وعده صادقانه هست که کانوا یوعدون، بر از اونا وعده داده شده. یعنی این وعده الله هست، وعده الله هست که اگر امی قسم عمل بکنی الله متعال به این شکل تره اینی نعمت ها را نصیبت میکنه.